ماهی رمضان آمد، شیطان به فیغان آمد، آوازی اذان آمد، شیطان به فیغان آمد. مسجد منور شد، از نف معطر شد. خورشید زمان آمد، ماهی رمضان آمد. اومدن این ماه شریف رمضان رو به کل مسلمانان مبارکباد میگویم. پروردگار گناههای همه ما و شما را در این ماه بزرگ بیامرزد و گفتنیم در دنیا بجز خداوند کسی بی عیب نیست، ولی به ضمن این همه خطاگی ها خداوند ما را میبخشد، زیرا او بخشنده و مهربان است. همه ما گناهگاریم، خطاکاریم، ولی بهترین ما همان است که میبخشد و بخشش میپرسد. ولی بعضی نفرهایی هستند که چنان دل انسانها را شکستند، چنان خیانت و تهمت در حق انسان کردند که این از نظر انسان نابخشیدنی است. ولی اندیشه از آن باید کرد که خداوند با این قدر بزرگی، با این قدر سهو و خطا و گناه ها ما را میبخشد. با این قدر عملهای ناشایسته ما ناامید نیستیم از درگاهش. پس چرا ما نبخشیم؟ پس چرا ما بخشش نپرسیم؟ شاید فرصت زیادی نداشته باشیم. بینید چقدر عزیزان و نزدیکانمان را از ما قسمت جدا می سازد. امروز با همین، فردا جدا. به همین خاطر گذشته ها را فراموش سازیم. بیایید یک دیگر را ببخشیم. پیش از ماه شریف رمضان یک دیگر بخشی بهترین عملی انسانی است. کوشش میکنم هر لحظه و ثانیه خطاگی های و عمل های ناخوب و زبانم را از سخن های ناجا پاک سازم، زیرا ما انسان ها همیشه خوبان را می جوییم ولی کوشش نمی کنیم که خود خوب باشیم. خداوند در این ماه مبارک به ما پیش از همه قوت بخشد تا روزه و طاعت و عبادت را به پرگی و پاکیزگی بجا بیاریم و در حق یکدیگر دعای خیری کنیم تا در برابر روزه و طاعت و عبادت عملهای نیکی داشته باشیم. خداوند از همه ما و شما راضی باشد. ای هموطنان، ای همزبانان، ای دوستان و خویشاوندان، ماه شریف رمضان مبارک.